وصیتی 11: به خدا شرک نآوردن. از عباده پسر صامت رضی الله تعالی عنه روایت است که دوستم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من را 7 وصیت نمود. پس گفت: با خداوند شریک قرار نده، اگر چندی که بریده یا سوزانده و یا آویخته شوید. نماز را قصداً ترک نکنید، پس کسی نماز را قصداً ترک کند از ملت اسلام برآمده است. گناه را انجام ندهید که آن غضب خدا است. می را ننوشید که سرچشمه همه گناهان است و از مرگ نگریزید اگر چند در آن باشید. نافرمانی پدر و مادرت را نکن و اگر چند امر نمایند که از دنیا بیرون شو، پس بیرون شو. نظارت را از اهل خانواده ات ترک مکن و در آنها با انصاف باش. روایت طبرانی.